صبر راهی است به سوی بهشت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از عطا ابن ابی رباح رضی الله عنه روایت است که ابن عباس رضی الله عنه به من گفت: آیا زن از اهل بهشت را برایت نشان بدهم؟ من گفتم بله. گفت این زن سیاه پوست. و راوی دوام داده میگوید این زن سیاه پوست به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت: من به بیماری صرع یعنی بیماری بیهوش شوی گرفتار می شوم و بعضی از بدنم ظاهر می شود. یعنی در وقت بیهوش شوی قسمی از بدنم ظاهر می شود. برای من دعا کن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر بخواهی صبر کنی برایت در عوض آن بهشت است و اگر می خواهی از خداوند بخواهم که تو را تندرست نماید. آن زن گفت: صبر می کنم. و بازگشته به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: بخشی از بدنم ظاهر می شود، از خداوند بخواه که بدنم ظاهر نشود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم برایش دعا کردند. روایت بخاری و مسلم. دوستان عزیز، ببینید این زن مسلمان را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده میگوید که وقتی که من بیمار می شوم، بیهوش می شوم، بعضی از بدنم ظاهر می شود، برایم دعا کن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر او گفتند که اگر بخواهی صبر کنی برایت در عوض این بهشت است. آن زن بهشت را اختیار کرد و لیکن در فکر آن بود که هر وقتی که بیهوش می شود بدنش ظاهر می شود. و این سبب از پیامبر پرسید که دعا کند تا که خداوند بدنش را ظاهر نکند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش دعا کرد. دوستان عزیز، این یک درس بزرگ برای ماست. ما از این حدیث باید درس بگیریم، یعنی عورتهای خود را پوشانیم. این حدیث خصوصا برای زنها باز یک درس بزرگتر است. مادران و خواهران مؤمنم، لباسهای خود را طبق فرموده الله و رسولش صلی الله علیه و سلم بپوشید. عورت خود را از نامحرمان بپوشانید، چون این امر پروردگار شماست. خداوند در قرآن می فرماید: و به زنان مؤمن بگو که چشمان خود بپوشند و شرمگاه خود نگاه دارند و زینتهای خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و روی مالهای خود را تا گریبان بپوشند و زینتهای خود را آشکار نکنند غیر به شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر برادر خود یا پسر خواهر خود یا زنان همدین خود. و در آخر آیت خداوند میگوید: ای مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنید شاید نجات یابید. سوره نور آیت 31. و میگذریم به حدیث دیگری این باب. از ابو سعید و ابو هریره خداوند از آنها راضی باد روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ خستگی و بیماری و غم و اندوه و آزار و شکنجه به مسلمان نمی رسد، حتی خاری که به پایش می خلد، مگر اینکه خداوند در برابر آن برخی از گناهانش را می آمرزد. روایت بخاری و مسلم. شنونده عزیز، هر یکی از ما و شما به یکی از این مصیبت ها امتحان کرده می شویم. کسی بیمار می شود، دیگری در غم و اندوه است، سیومین آزار و شکنجه دیده است و دیگر و دیگر. خلاصه هر آن مصیبت هایی که به سر ما می آید، اگر ما در مقابل این امتحان ها، این مصیبت ها صبر کرده
آنها را پسی سر کنیم، خداوند گناهان ما را می بخشد. ببینید این همه مصیبت ها، این همه امتحان ها سبب بخشیدن گناهان ما می شوند. پس دوستان عزیز، از جمله صابران باشیم. خداوند صبر کنندگان را دوست می دارد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.